کاکا هم درسته میگن زنجبیل گرمه، زنجبیل خوبه، زنجبیل خواص داره، بله برای مثال جنسی هم تا حدودی خوبه، نه او قدری که دیگه تو ازش توقع داری. پدریه که دوستان اومد 3 تا پشت سر هم خورد، صبحش دیدمش گفتم خوبی دای فلان، گفت دای زنجبیلا دیدی رو خوردم، گفتم خب 60 سال سنت پدر من با یه زنجبیلی که نمیتونی میلگرد علم کنی کاکای من. زنجبیل بابا یا چه خبره، تو قرص هم الان بخوری میلگرد نمیشه، 60 سال سنته الان دیگه توقع میلگرد نباید داشته باشی. نمیشه. شاید دیگه نمیشه کاکای، نمیشه. 3 تا زنجبیل خوردی و تا طلبکار من معده ما کندی فلان کردی الان کردی کاکا، 3 تا منم بخورم معدم کنده میشه. 3 تا خوردی شب